این خرس مادینه سفید صدها کیلومتر را طی کرده و از مکان زیستش در قطب شمالی دور و اما در نزدیکی خطرناک با منزل زیست آدمان قرار گرفته است. درنده بهال را روز چهارشنبه در کناره‌های نارلسک مشاهده کردند. بار آخر خرس سفید در این منطقه 40 سال پیش پیدا شده بود. ساکنان محلی با وجود خطر کوشش نمودند که از نزدیک جانور را نوار برداری کنند. الک کراشفسکی متخصص عالم وحوش دقیقاً نمی‌داند که سببی به شهر صنعتی آمدن خرس سفید چیست. به گفته او احتمال جانور راه گم زده است. کراشفسکی میگوید چشمانش خسته به نظر می رسیدند. او میگوید خرس برای برگشتن به محیط خود به نهایت بی‌حال است. شاید او را مدهوش میکنند و به یگان باغ حیوانات انتقال میدهند. تصمیم از سوی متخصصان گرفته می شود که از نارلسک می آیند. تغییرات اقلیم تدریجاً خرس‌های سفید را از یخ محروم میکنند. این عامل جانوران را مجبور میکنند که غذا را در زمین نزدیک به مکان زندگی آدمان بجویند. چند پیش در نیم جزیره زمین نو بنابر هجوم جانوران وحشی به منطقه های اهالی نشین وضعیت اضطراری اعلان کرده بودند.